تیم ملی به عنوان تاجیکستان اوید به فوتزال در رقابت بر مقابل دسته منتخب زنانه ایران با نتیجه بزرگ 0-12 مواجه شکست شد. نبرد دسته ها شام دیروز 22 ینور در چهارچوب بازی های دور دوم مسابقات اساسیت فوتبال آسیای مرکزی برگزار گردید. بازی از آغاز تا انجام زیر نظارت فوتزال بازبانان ایران جریان گرفت. شاگردان شمشاد نیتبکов در قسم یکم میدانداری 5 گل به دروازه خود سر دادند. بازیگران تیم ملی ایران امکانیت افزون کردن حساب را داشتند، ولی در دقیقه 13 دروازه‌بان دسته منتخب تاجیکستان سیاره سعید و پنالتی ایرانی ها را برگرداند. قسم یکم دیدار با نتیجه 5-0 به سود یکچین ایران خاتمه یافت. در نیمه دوم رقابت بازیگران دسته مهمان 7 مرتبه دیگر به دروازه تاجیکستان گلزنی نموده نتیجه بازی را 0-12 کردند. همین طور بازی دور دوم مسابقات کاف اوید به فوتزال میان منتخب‌های با عنوان تاجیکستان و ایران با 12 گل به جواب بازیگران مهمان خاتمه پذیرفت. پس از این غلبه تیم ملی ایران 6 امتیاز به دست آورده صدرنشین جدول مسابقه باقی ماند. تیم ملی با عنوان کشور دو بازی می‌شود که پیروزی به دست آوردن نمی‌تواند و عین حال با داشتن یک خال قهرنشین جدول محسوب می‌شود. بازی دیگری همین دور میان منتخب‌های زنان فوتزال ازبکستان و قرقیزستان دایر شد و با غلبه بزرگ ازبک ها با نتیجه 11-0 خاتمه یافت. یادرس میشیم که نخستین مسابقه قهرمانی اساسیت فوتبال آسیای مرکزی یا خود کاف اوید به فوتزال بین دسته های منتخب زنانه از روی سیستم دوری در دو مرحله دایر می شود و در آن یکچین های تاجیکستان، ایران، ازبکستان و قرقیزستان برای به دست آوردن عنوان قهرمانی بین هم مبارزه میبرند.